बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय बरकत आज की एक साल बाद बाज़म माउशुमा ब रमज़ान बसिहत खूब रसीदे। बाद पेश از रमज़ान आमदگی بگیریم که در هر چی باید تغییر بیاریم، در تلاوت باید تغییر بیاریم. دیگر وقتا که شما در 2 ماه 3 ماه 3 بار یا 2 بار قرآن کریم ختم میکردیم، در رمضان مبارک باید 5 و 6 بار قرآن کریم ختم کنیم تا که خداوند از شما راضی باشه و قرآن کریم شفاعت شما کنه. دوم، نماز. ما و شما که در دیگر وقتا نماز در 5 دقیقه میکردیم، در رمضان باید نماز در 20 یا 30 دقیقه ادا کنیم تا که الفاظش و طریقهش کاملا شد و خداوند از ما راضی باشه. در رمضان مبارک کارهای خوب انجام بدیم، یعنی کارهای خوب به دیگران. 1 گیلاس آب که ما بیتیم او که روزه گرفت و ثوابش هم به ما میرسه. به دیگران آقا ما و شما 1 خرما داشته باشیم، خرما به 2 حصه کنیم، یکیش ما بخوریم و یکیش به دیگر بدیم تا که ثوابش به ما برسه و خداوند از ما راضی باشه. مثال ای است که ما و شما با اختر لباس نو، بوتای نو و دیگر انواع ما و شما میگیریم. بعد برای رمضان مبارک آمادگی بگیریم تا که خداوند ما را رحمت کنه و خداوند ما را ببخشه. این گفتنی که با شما گفتم توقع دارم که اول به ما و بعد به شما عمل کرده توفیق نصیب کرده نصیب بگردانه. و تشکر از شما که وقتی قیمتی شما را گرفتم و من الله توفیق.